آره زندگی همینه. زندگی همینه، شورآفرین 13 شهریور، احساسات بیدر و پیکر و یک کبوتر شاید شور عشقی دارد در سر و گلهای ریز طلایی که به آدم سلام می‌دهند و زندگی را عاشقانه معنی می‌کنند و کبوتران فرشتگانی هستند بر روی زمین که به ما می‌گویند هرگز زمین از فرشتگان خالی نخواهد شد. حتی انسان‌هایی هستند که فرشته سانند و این کبوتران اینجا تن به آب می‌دهند، رها از پیل بال‌ها در عین خاک در درون